بعد از اینکه من دستور این کیک خیس رو گذاشتم، خیلیاتون گفتید که دارید باهاش سفارش میگیرید و برای کافی شاپ ها کیک خیس درست میکنید. میتونم بگم این بهترین دستور برای کیک خیس شکلاتیه. برای درست کردنش تخم مرغ‌ها به همراه شکر داخل کاسه میریزیم و حدوداً 10 دقیقه با همزن برقی میزنیم تا خوب حجم بگیره و پف کنه و بعد بهش شیر و روغن مایع رو اضافه میکنیم، با همزن دستی میزنیم و بعد ترکیب آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو روی موادمون الک میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. توی قالب سایز 20 میریزیم و توی فر با دمای 170 درجه به مدت حدودی 45 دقیقه میذاریم بپزه. وقتی که از فر در آوردیم، روی کیک داغ سسی که سرد شده رو اضافه میکنیم. دستور سس رو توی کپشن براتون نوشتم.